диққат! ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст. нусхабардории пурра ё қисман аз мавод ки аз ҷунуби истеҳсолот равона карда шудааст манъ аст. S Production тақдим мекунад. از جایت نجو، کلتکل است. اطرافت احاطه شده است. راهی دیگر نداری. به خوبی تسلیم شو. زود باش. نه این رو هم برای من کرده هم. با واسطه خواهرم مرا به دام افتاندی. بیشرف. آهسته دستانت را با پشت سرت گذار. رویت را به طرف ما گردان. کلتکل است برادر. کاری تو تمام. الکی به آخری بازی رسیده. حتی مرد تو را از ما خلاص کردن نمیتواند. سردارم رنگ کینا گفتم. یک چیز رو پرسم. کلتکلس شمی سردار؟ لوند سفسته نگوی. البته کلتکلس است. یگان کس را جستجو داره کمیسر. یاردم دیم. ای سردارم تقدیر بینیده ما دیگر آدم رو دستگیر کردیم. این زاغیسی از کو؟ ای بیاق سفسته نگوی. یا خدایا در وقت عملا سرم را ویران کردی. کلتکلس آهسته نقابت را برآورده به ما تسلیم شو. با این حیلت از ما خلاصی نداری. چخیل هیله سردارم. کدام کلتکل است؟ نام من زاغسیا. چخیل زاغسیا؟ کلتکل هستی. تسلیم شو. از من چی میخواهد؟ من یگان گناه ندارم. زاغسیا هستم. مردک بولی میگه که زاغسیا هستم. همین زاغسیا هست. لوند بی اقلام گم نزن. زاغسیا کلتکل است. کلتکل است. زاغسیا نیست. سردارم یک انسان در یک وقت در دو جا بوده میتواند. من 100% گارانتی میدم که همین زاغسیا است. کلتکلس خواهرش رو میگوید با نقاب پیش و گجا میآید. یک بو فکر کنید نخو آدمی خب به عقل شد. فکر تمام بکشن دیگه گپ نمیزنم. لیکن شما تمام عمرتون رو در همین ساحه گذراندید. سردارم میگن که هر چند دانا باشی یک بار از آدمی نادان بپرس. نخو اینقدر توپای باشید. تو با کی گپ زدی ساده به عقل؟ با شما زاغسیا خواهر زنتون نجات داد. همین میدونیم که کلتکلس گناهکار است، اما گناهکار بودن زاغسیا را ما نمیدونیم که آخر آدم نقاب پوشیده است گفته. لوند گپ زیاد نمیکنیم. بازی ما از خودش میپرسیم که او زاغسیا است یا کلتکل است. همین طور کارمون آسان میشود. باز یک دقیقه است. ای برادر های سردار همین نامبر دینی کی؟ لوند آدم برآمده ایستاده است. اینجا بیایید. زود او را دستگیر کنید. آن در آنجاست. نپرانید و دوال برایید. اطرافش را احاطه کنید. کلتکلات را زنده میخوام. سردارم بگذار گپش ما راست باشد. این کلتکلس است، اما زاغسیاش کیست؟ تو با کی بحث کردی ساده ای؟ زود او را دستگیر کن. برا بچه استایی پلتون من سعودت خریدم. یگان کار از دستت نمی آید. این دیگه خلچپیک بوده. گم شو به بالا برا. از جایت نجوم. کلتکل است. به طرف ما گرد. کلتکل است این نقابدار. مثل خرگوش میگرزی ها؟ عاقبت به دام افتادی. من کلتکل است نیستم. زاغسیا هم. ای برادر ما هم میدونم که شما کلتکل است نیستید. دم سردارم را باید گوش کنم. به امرش باید اطاعت کنم. آخه نقابت را برای تو ما فهمیم که کلتکل است یا زاغسیا. بکش همون چولکی را سردارم این سردار ببینه باور بکنه. این سفسطگوی رو بس کن.
پری تو هم پر. سردارم در وقت درس تربیت جسمانی فقط 5 میگرفتم، لیکن 5 پولکی بود. پریدن در پرم اینه که سلیم بشویم. ادام شال درس تربیت جسمانی رو منو پر. سردارم اگر بپرم بمرم پدرم یکشان بخدا. من اون آدم رو دستگیر کنم بعد میدونم با تو چی کن. ایستو ینگه هلی بیمه میشاد بخدا. این روزی را بیک مرا حمایت کن. سردارم سردارم خدا جایت رو جنت گرداند. سردارم نابودی خودت ینگه حالی افشید. یاریه لوین یاردم ده. سردارم زنده شما رو لوین حاضر نجات میدهد. یا بسم الله. اوف لوین خدا جزایت را دهد. سردارم من شما رو از پایتان قبیلم که باز نفتید، شما هم نامردی نکنید، باز ساعتید. لا اله الا الله. کلتکیلاس حالا هم کلتکیلاس میگه. من زاغی سیاه دستم را سرده. اگر سردی هم میافتی سرده دیگه کلاس جون. از آنی که تو مرا نجات میدید مردنم بهتر است. دستم را سرده. این آدم شما را چیکار کرد؟ خیلی مالش این مسئله شما و من چی؟ این رابین حالا هم حیله میکند. کلتکیلاس هستی آکر. دستم را سرده. سردارم فکر خودت رو نکن، از ما رو بکن. آخر ما وسیله نقشای زیاد داریم. اکای زاغی سیاه بردارش. چرچشم داونت را پوش. خب کنه ده. حاضر وقت گپ زدن است. فکرهایم رو پراکنده کردی. نجوم که سرت رو پاره میکنم. تو همه قدر آدمگری داری کرنمک. سردارم چیکار میکنید؟ این مردک حیاتی ما رو نجات داد. دمت را گیر. این مسئله من است. زود نقابت را کش. باز یکم کار دیگر نکنی کی. زود کش. نجوم بر سردارتون رو میپرونم. چی ایستاده؟ پرانه دورا پرانه. پرانه رو نیسته نپرانه. سردارم رو میکشن. میرزاوطن سلاحت رو فران. دمت را گیر. او را پرانه. او را نپرانه. سلاحت رو فرانه. نمیبینه عصبای سردار و حیران شدن. سلاحت رو فرانه. سلاحتون رو فراره. نباشه سردارتون رو میپرونم. من شوخی نمیکنم. او را پرانه. چی ایستاده؟ رفیقان نپرانه. مرا گوش کنه. لوین فرمان ندید. کلاس کجا شد؟ شما خواتیر نشوه. من او را دستگیر میکنم. لوین تو را پاره میکنم. در جد نیست زاغی سیاه. از جد نجو. از دست لوین دیوانه خلاص نمیشوی. چشتا بردار. یک ده خبر. سردارم خبری خوش. زاغی سیاه را دستگیر کردیم در پشت کاروان. زاگسیون نیست. وای کلتکیلاس. سردارم شما اگر دروغم گوید حق هستید. کلتکیلاس. باز نگوریزد. من زود میایم. چهار چشمانات رو چهار کشا. خواتیر نشید سردارم. پنجم شام میکشم. گوش کن دوستم. تو یک آدم خوب هستی. مانندی سردارت آدم بیفهم نیستی. بچه از سخالات سنجیده گپ زن. مالش. اما تو یک آدم با فهم هستی. بیا بحث نمیکنیم. سردارت این راحت تو نمیداند. گوش کن. من با تو همه حادثه ها رو میفهمونم. پیش از با اینجا آمدن یک کس به من زنگ زده گفت که با یک کس یاردم لازم بود است. احتمال کلان است که کلتکیلاس بود. یعنی هیچ خیلی که معلوم است او مرا بدام افتاند. من کلتکیلاس نیستم. زاغی سیاهم. نجوم اگر یک قدم دیگر زنی تو را پاره میکنم. گوش کن. با یک شخصی که مقصدش به همه انسان ها یاردم دادن است تو او را نمیبخشی؟ پیشتر چه خیلی گفتی من چه خیلی آدم هستم؟ تو در اصل آدمی خوب هستی اما برای این را فهمیدن وقت در کار. نه برای این را فهمیدن وقت در کار نیست. اما بین شخصی که حیات تو رو نجات داد حیاتش رو سیاه نمیکنی برادرم. یک فکر کن.
راست میگویی آخر تو حیات مرا نجات دادی. من هم باید یکم فکر کنم. تو رو سر میدیم زاغشیا، اما یک بار دیگر از پیش من نبرا. حالا بیرم نابود شم. زود برادر یک شدین. دست ویدانی از زاغشیا. کلتکیلاس کجا شد؟ سردارم کلتکیلاس گریخته، اما کمی دیگر او دیگر روی گریز ندارد. دستگیر کردنی و دک کردو شد. ای احمق دیوانه ای چورچشمت، تو اینقدر گپ رو از کجا میابی ها؟ تو مگر از مادرت چپ تولد شده ای؟ احمق دیوانه گریخته رفت که بفهم این کلتکیلاس نید زاغیسیو هست. کیست نمیدانم. دیوانه وقت تو بر این دیوانه همراه ما باشد البته ما او رو از دست میدیم. سردارم در پیش بچه ها بسیار داد نزن. روید او را دستگیر کنید. زود باشه. دست خودش خوب نمیه و دیگران را داد میزنه. ای بچه تو چی گفتی؟ در بیابانه نمخت. چی شد خواهر از رو دیدی؟ نه ندیدم. اون زنده بودنم رو میدوند. او ما رو بادام افتان نبود. با خدا بگو خواهرم رو استفاده برده ما رو بادام افتان نبود. آف به شرفه برای این خواهر از رو استفاده برده است. مایلش خیلی دیگر انسان میبود دیگر گر نخود باجهش رو استفاده برد. باجه نگوی شوکت، به همین هم عصبم بیرون است. قیس انگلت بگو شوکت. لیکن به هر حال میگویی خواهر از رو یافتن برادر؟ نمیدونم شوکت، باور کن نمیدونم برادر، اما برای این رو فهمیدن همه چیزم رو میدیم. همه چیزم رو. ای نفهمیدیم ده. کاش که من همه اومدم برادر. باز اونها زنده بودنی تو رو فهمیده. سوختیم برادر، سوختیم در حقیقت. نه نقاب زاغ سیاه رو پوشیده بودم مرا نشناخت، لیکن بسیار شبهه کرد. مرا گوش کن، یک چند روز تو خودت رو نشان نده، او باز از قفای ما میشود. گپ نیست برادر. خورد و خوراک رو بیار، از همینجا یگان جا نمیبرایم. اوه نه. زهرا چرا داد میزنی تو سیلینا؟ پشت تو در کجاست؟ فکر اون زاغیسیو رو داریم؟ نه چه ها میگوی تو؟ مگر من دوستی از همه نزدیکم رو نمیشناسم. معلوم است که در باره آدم نقابدار فکر داری. بسیار معلوم است. زهرا من با تو چیکار میکنم؟ سیلین چی کار کنم آخر از خاطر برآوردن نمیتوانم. آدم ها میگویند که در بینمان رعد و برق شده است. بسیار خنده آور بود برایم. حالم را بین، به حال خنده آور گرفتار شدم. با آدمی که هیچ گاه ندیده بودمش در بینمان آنقدر پیوستگی وجود دارد که آن آدم کی باشد؟ خیر دانستی چیکار میکنی؟ خودت رو گم کرده ای به خودو. سیلی یکی در حقیقت دوستش دارم. چی؟ زهرا سفسطه نگویی چه علاقه دارد؟ شاید او رو دیگر نمیبینی. خدای توبه. زهرایم را چرا میزنی گفته است. از دوستان میخلی پرسیده است. زهرایم را گفته است. زهرایم را کی بود است؟ کی؟ تو رو از کجا میشناسد؟ روز بخیر عزیزم. روز بخیر سیلی. کی است تو؟ من هم از تو همین را پرسیدن میخواستم. به خدا من نمیدونم زورو. یعنی در این باره فکر نکن. ساخته هم باشه تو با داملو اویلدار میشوی. عقلت رو کار فرمان. چی کار کنم سیلین؟ این کار در دستی من نیست گفته ایستادم. خیر میلش یکی در حقیقت عاشق شوم با یک آدمی که او رو نمیشناسم. اویلدار هم میشوم. ساخته هم باشد آخر داملو زیر شوهرم میشود. بعد چی کار میکنم؟ شوهر دارم گفته عشقم رو در دلم پنهان کنم. میلش برای بابیم پنهان میکنم. طاقت میکنم مشکل نیست. اما بعد این بازی بسیار تر مشکل نمی شود مگر؟ ای بس از زورو. حالم بد شده ایستاده است. یعنی بعد اونی که تو بزاغیسی و دل بستی تو بسیار تغییر یافتی. زورو جان گوش کن. عقلت رو خوب کار فرمان. توبه
زاغی سیاه بوده است. زاغی سیاه هست آخه. ملیس دخترم امروز یگان نقشه داری؟ رفته گلها رو بینم، یگان گل میخرم. آفرین دخترم آفرین. گلها رو بین، سیر و گشت کن، بعد آمده در خانه بشین مانند دختران تیاره خور. ای مادر جان خواهد چی کار کنم؟ در کوچه ها گردم؟ نه عزیزم در کوچه ها نگرد، همه وقت در خانه بشین. بعد گریه کرده میشنی در خانه موندم گفته. ای مادر ای مادر دروغ است مگر؟ گوش کن یا در خانه میمونی یا اینکه به مانند زهرا یگان دامولای ناموافق را یافته تو رو هم خانه دار میکنم دخترم. تولین بجا با دختر سر کار نگیر. سر و کار نمیگرفتم. چه خیلی آدمی ناموافق بوده است دامولازیا؟ چه خیلی موافق است پدر جان، یک آدمی ناموافق است. تو دعا و طلب کن که خداوند به ملیس مانند دامولا یک شوهر خوب نصیب کند. ای خدا نشان دهد. ای مادر جان چی کار میکنید؟ گوشم را کندیده؟ گوش کنید، دیگر درباره دامولازیا یگان گپی منفی شنیدن نمیخواهم. دامولازیا شوهر شونده زهرا و داماد یگانه من است. این را قبول کنید. البته پدر جان، با شما چه خیلی که معقول باشد. زهرا قسمتش را یافت، خدا نصیب کند. اگر تو به این کار دست نزنی خدا نصیب میکند. غم نخور. چی دست زنم پدر جان؟ خواسته زهرا خودش حقیقت تلخ است. امیدوارم که نکاح به خوبی انجام یابد. از این لحظه اعتباراً به آیله دار شدن زهرا و دامولازیا هیچ کس مانع شدن نمیتواند. سر عشق از سر مرگ بزرگتر است. من در چشم آنها سر این عشق را دیدم. بابا جون عزیزم، دخترم اکنون این کار را دور و دراز نکنید. نمیدانم چی کار میکنید نمیکنید. این کار را زود حل کنید اکنون. خوب راست میگویید بابا جون. راست میگویید میگویید و چرا یگان کار نمیکنید؟ این را نمیفهمم. این کار دور و دراز دوام کرد. من با دامولازیا صحبت کردن میخواهم. مرا نگاه کن زهرا، یا اینکه دامولازیات را دوانده ایستاده است. نه بابا جان، مگر این خیلی میشود؟ چرا میدوانده است؟ من هم در اصل از دامولازیا این کارا انتظار میستم. پس چرا این خیل شده ایستاده است؟ یا که تو به او وزینی کرده ایستاده؟ نه بابا جان، نه. آن زمان چرا اینقدر دیر دوام کرد؟ بابا جان، در اصل زهرا بسیار میخواهد که هر چیز زودتر این خرسندی آغاز شود. لباس عروسیش رو هم تیار کرده است. خرسندی زود سر شود. بخواستن میخواهد و تیاریتان معلوم نیست. بابا جان میدونید که خودتان اول حادثه چقدر بعد ربوده شدن من، چون این حادثه ها رو خدا از پی این کارها شدیم توی فراموش شد. گپ نیست. من گپ هایم را گفتم. امروز من میمان خانه را خالی میکنم. اکنون با خواست خودتان آرایش میدهید. میمان خانه؟ ها؟ فکر کردم که بعد توی در آنجا زندگی میکنید. فروخ چندین سال ها ما برای مهمان خانه با او گپ زدیم. انا بینه به زهرا میدهد. تمام عزیزم، حالا جای کم نیست. بعد گپ میزنیم. بعد گپ میزنیم. نمک لاباشیف گوش کن. آن زن شونده دامولازیا زهرا خانم چیکار میکند؟ کجا میرود میدانی؟ چیزی که من میدونم آرایشگری داخلی خانه است. یک افس هم دارد. یعنی میدانی؟ اوه زرگو بچه خان شما چقدر بود کو به خارجه گریخت. یک وقتا با زهرا همکاری میکرده است.
چی ها میگوی تو ها؟ این خیل باشد با زیارت خانم زهرا میرویم. شاید که یگان کاری را انجام دیم. اگر کارمون آمد کنن خیلی خوب میشه. اکا بخلو عجیب بودم شما زهرا را در سرتون میزنی؟ ای نمک، تو چی اینقدر بفهمی ها؟ یک عقلت را کار فرمایی که برای چی او لازم است. ای بفهم ما از قفای کی هستیم ها؟ زاغ سیاه؟ زاغ سیاه. زاغ سیاه چه جوری سستی دارد ها؟ زهرا. ها. پس اگر به خانم زهرا نزدیک شویم به زاغ سیاه نزدیک میشویم یا نمیشویم؟ بله درست است. آفرین آفرین پسری بفهم. آفرین. زود رفته تیاری بین. با زیارت خانم زهرا می رویم. تو فلیاتو نبوشو. زود. این همیک پیش از مردن من آدم شود خوب است. حضرت در کجا میگردید؟ بخیر است آقای خلیل. فاتحه یا نیکو؟ نه داملو جان توی سنتی است. چوچولبوریه. با توی سنتی دعوت دادی؟ همینش نمیرسید. من کیو توی سنتی چی یا خدایا. اکنون چیکار کنم؟ هجری در اینجاست؟ نه نمیدونم داملو. چرا میپرسید؟ نه هیچ چیزی نه. هجری میبود بسیار خوب میشد. داملا خانه همون نزدیک است. مرحمت. اگر نزدیک باشد مشکلی نیست. میرویم. این رو بین قیامت به سرم اومده. خانم زیبا مرحمت کنید گل. مثل این گل پاک و به آلایش بودید خانم. در بوی دوخیت آب و ادا شدم عزیز دل. سمی مثل صدبرگ یاسمن لاله باز چی؟ بماننده همان گل‌های میباشی که در درون خانه در درون کتیان. راست سمی هیچ عوض نشده ای؟ تو هم همین خیلی دختر. ناگهان تو از کجا بر اومدی؟ ای وای بابایم بیمار است برای همین اومدی؟ بله شنیدم و دویده آمدم. دلم ناراحت شد. بیا رفتیم به خانه داریم. بیا رفتیم. عزیزم دستت درد رو نمی ارزد با اشتیایتون. اوف سلیم بابایم در مسئله توی جدی است. در حقیقت این رو فهمیده گیر زورو جون. تو این خیل شدنش رو میدونستی. این رو فراموش نکن که با داملوزیا برای فاتحه ساختن برای ازدواج ساخته مصلحت کرده بودی. میدونم سلین جان فراموش نکردم. فاتحه و نیکا گفته فکر کردم که اصل این مشکل میبریم. اوف دلم از همه این بازی ها ایسا ایسا مونده شده است. زورو جان اگر خواهی از این کار دست کشیم چی میگوی تو؟ سفسته نگوی سلین. اومدی گپ رو گفتم. هیچ گپ نه. بعد از زیده شدنم این کارها بسیار هم مشکل شده است. شریکی ها با چقدر هم از بین رفت. باید به خودمان یکم شریکی نو جستجو کنیم. راست میگوی زورو هرچی زودتر باید به این کار دست زنیم. اما که اکرم چون شنیدم که بیمار شده اید زود به زیارت شما اومدم. در این دنیا بغیر از شما هیچ کس ندارم آخر. اما که اکرم سلامت باش پسرم. سلامت.
مرا خرسند کردی. چرا به من خبر ندادید؟ سمی جان شکری خدا همه چیزای لازمه رو برای پدرمون کردیم. یعنی با تو زنگ زده تو رو غمگین کردن نخواسته. ای سمی جان اونقدر کاربارت رو پرتوفته چرا به اینجا آمدی یعنی؟ این چی خیل گپ؟ وقتی که امکی اکرم بیمار است من در اونجا چی خیلیستم؟ در این دنیا یگانه پشتیبانی من کیست که نگوید از برای خدا؟ من حس کردم امکی اکرم من شما رو یک چند مرتبه در خوابم دیدم. خیل نکن مرا هم میگریانی نکن. با من دهید. تشکری زیاد. گیرید امک جون گیرید. آفرین چخیل پسری با احترام با وقار است ها؟ تشکر. سلامت باشید. کنی گبزن تا این وقت چیکار کردی؟ وقت زیاد شد که زنگ زده از حالم نپرسیدی. به خدا که راست میگوید. راست است مرا ببخشید. لیکن شما مرا میدانید وقتی که گپ درباره کار میرود نمیدانم اگر من هم زمان شیفته کار بودم. باور کنید همه وقت شما در یادم بودید. سمی جان تو کی اومدی؟ چقدر شد که تو در اینجایی؟ من همین سحر اومدم و دوان به زیارت امکی اکرمم اومدم. بسیار منت دارم. تشکر زیاد. حتی فرصت نیفتم که لباسایم رو در مهمانخانه بذارم. چه مهمانخانه؟ تو اینجا میایی و من تو رو به مهمانخانه روان میکردم ها؟ این نمیشود. نه رحمت در حقیقت در اینجا یک چند روز با ما میمانی. مهمانخانه نمیشود. در اینجا میمانی. تمام. آخر اینجا هم خانه توست. نه رحمتی کلانم که. سمی جان در اینجا یک خانه کلان موندگی. مهمانخانه رو چیکار میکنی؟ و تو رو هم یاد کردیم. همین خیل نمیلیست؟ بله یاد کردیم. تشکر زیاد. من نمیخوام که به شما وزینی بیارم. من پیشکی در مهمانخانه جای گرفتم. چه خیلی وزینی پسرم؟ یک خانه کلان با همه منبسی میکند با مهمانخانه نمیروی پسرم. تمام. آخر باز میگویم شنیدن نمیخوام. تو در اینجا مهمانی رد نکن. تمام. من چه خیلی گپ شما رو رد کنم امک؟ تشکر زیاد. در حقیقت بعد سالهای طولانی شما باز به من مهربانی کردید. من هم وعده میدیم که تو صحت شدن امکی اکرم به هیچ کجا نمیروم. حلالت بود. پرنسس در کجاست؟ زهرا رو میپرسی؟ هیچ نپرسمی جان. بس سرمون چی فلوکت ها آمد. زهرا را فاتحه کردیم. با کی؟ با آدمی بیگانه نفتی. با دامولای محله. با دامولای محله؟ این چه خیلی؟ کدام دامولو؟ دامولای مسجد. شوخی میکنید ها؟ نه شاید درست فهمیدید. زهرا رو میپرسم. ها درست. مادرم هم همین رو میگوید. ما هم نمیدونیم گریه کنیم خنده کنیم. چخل شدن این کار رو نفهمیدیم. امکی اکرم اینها چی میگوید؟ سمی از تو یک چیز میپرسم. و تو بیمار بودنی مرا کی گفت؟ چی گفته بود؟ زهرا با دامولای مسجد. من نفهمیدم. بس بسیار عجیب. این چی خیلی میشه دامولای؟ این آدم ها رو بینم. این دامولا جا این همی جای همه محله می آید. دو دگاش زدیم. خوش باشید. براحت باشید. در این وقت مگر توی سنتی می شود. وقتی درس توی سنتی در وقتی تعطیل می شود. با درس نرفتن گناه است. کودکای محله ما چون تیز دراز می شود گفتیم به همین سبکی دستشان حلال کنیم. چرا اینقدر سرستی ماید؟ کلان کشید میبریم. سر میکنه دومولا. چرا؟ دعاخانی را. هجری کجاست؟ نمیدونم. من یک کودکان را بینم با آنها صحبت کنم بعد دعاخانی میکنیم. مرحمت دومولا. مرحمت. السلام علیکم. سلام سرانم. مرا با کودکان تنها میگذاشتید. معلوم این کار مشکل است. از آنها کمی ترس رو گم کنم. شما با بیرون برایید. مایل است دومولا. سر میکنم. دومولا آمد. طولمان را میبرم. بسیار درد میکند. چطور ما را یکون بار میبرم. اگه جا میدانه
اوف من میترسم کاش که دختر نشدم. گویم نگرزیم. با کجا نگرزیم؟ یکم جای گرز نیست. راست میگید پسرانم. شما رو یهات کردم میترسید. البته که میترسید. وقتی که در خوردی من رو هم بریدن بسیار ترسیده بودم. باز بسیار درد میکنه. بعد از سنتی شدن شلوار میپوشی، همه دخترها با تو میخندن. عروس میخنده. البته کسی جانش رو دوست میدارد گریزد بچه ها. من حالا هم دردش رو فراموش نکردم. بعضی وقت با یادم اگر بیاید از جایم پریده میخیزم. داملا اشمورم بریدم. بچه ها چی حالا هم ایستاده اید؟ من با جای شما میبودم 1 دقیقه نمی ایستادم. زود از اینجا گریزید. گوش کنید، باز نگوید که من گفتم. ایلش کنی گریزید. گریزید. این به ناموس ها رو بین بگفتی من هم اینو از اینجا گریختنی بودم. گم شوید. با کودکان گپ زدم. صاحب توی شمایید؟ منم. خواطر نشوید، کمی ترسیده شده بودند اما گپ زدم خب کردند. حاضر مانند پیشینه دردناک نیست، یعنی تیپ پیشرفته است. یعنی خوبند، یعنی تیارند. داملا مرحمت یک دعا میخونده. ها دعا خونه. هجری در اینجا نیست مگر؟ اینه داملا. نه. اکنون خدا تابا بچه ها چخیل گریختن. آنها چخیل گریختن. بچه ها در کجا شما؟ یا خدایا در کجا باشم؟ استاد هجری تو در کجا میگردی؟ استاد یک سوال چند روشید که در دلم است. استاد بسیار میخوام که اون سوال را شما پرسم. یک لحظه استاد من با تو سوال دارم. مرحمت پرسید. تو دعا خوانده میتوانی؟ بله استاد. گوش کن، در کجا میگردی؟ در کجا میگردی؟ انا بین از پشت تو بچه ها گریختن. راه درون خانه رو برای دعا خانه تیار کن. مایلش این بچه ها گریختن. من یک بینم کنی خواطر شدم. ثواب این کودکان را میگیری. اما استاد شما پروا نکنید، حل میکنید. بچه ها هجری چوکه دیستن؟ هیچ چیز از چیز سود خوندم. کودک ها گرفتن بخیر بکوشان. بله شما گفتن گردکه خلیل استاد مرا گفت که دعا خونه من دعا میخوام. مرحمت. خانم زورو به نزدتون یک مهمون اومده است. کی بوده است؟ نمیدونم، میخواهد با شما همکاری کند. گوی درویت. مایلش مرحمت. تشکری زیاد. شما با کدوم روی به اینجا می آیده؟ خانم زهرا، شما شخصانی که برای کار به نزدتون میآیند همین خیل پیشواز میگیرید. این خیل نمیشود؟ با شما واخوری در برای کار؟ در حال اینجا رو ترک کنید. در حال. خانم زهرا، من تنها برای کار به اینجا آمدم و هم در این کار به حیثیت دادن نشوید عزیزم. آیا شما چه گفتنتان رو میدانید؟ ها؟ شخصی که مرا دزدیده است با شما کار کرده است. حالا باشد مانند آنی که هیچ چیز نشده است با من میخواهید که درباره کار گپ زنید. شما راست میگوید، کمی نافهمی سر زد. چنگیز گرچند آدمی من باشد لیکن از روی قانون جزایش رو گرفته به حبس رفتید. من حالا رفته به سری وی پراندن نمیتوانم. آخر راستی به شما دیگر باور ندارم. وقتی عذر پرسیدنتان هم تهدید کرده ایستادید. توبه یا خدا. من شخصی که به فاتح شده داملا زیا بر این انسانی محترم را تهدید میکند زندگیش را برباد میدیم. البته برای همین به داملا زیا در بین محله سلاح دراز کردید. ها؟ این خیل نکنید خانم زهرا، من بعضی مشکلی ها دارم، یعنی کمی ناراحتم. میدانید من برای آن کار عذر پرسیدم. ما با داملا زیا یگان مشکلی نداریم. او مرا حرمت میکند، من هم او را، و هم این همکاری ما خواه و ناخواه این خصومت را از بین میبرد. من فقط برای همین آمدم. در بین من و شما چگونه همکاری شده میتواند؟ ها؟ شما معمار هستید خانم زهرا. من باشم باید یک چند انشاءات بنیاد کنم
و هم با همسری داملازیا همکاری کردن برای من افتخار است. اما من با شما همکاری کردن نمیخواهم. نفهمیدم. ببخشید. این خیلی باشد من با شما همکاری کردن نمیخواهم. آخران گپتون همین. از شما خواهش میکنم که این را یک بار دیگر فکر کنید لطفاً. خواهش میکنم. این دیوانه است. چی است؟ اکا چی شد؟ آنقدر خوب نگذشت. آخر دختر را دزدیدیم کو. گپ نمی شود، لیکن من حل میکنم. ما این کارا نمی پرتایم نمی. اکا گوش کن، اگر نشود من پیشکی میگویم که یگانه شخصی گناهکار آن داملازیا می باشد. رفته او را سرزنش کن مرانه. روتسیا مگر داملا را جنگ میکنند ها؟ تو چه خیل آدم هستی؟ داملازیا با تو چی کار کرده است که این قدر به او چسبیده ای؟ اکا گوش کن، داملازیا بسیار آدم هیله‌کار است. باز نگوی که نگفتی. اگر بار دیگر درباره داملازیا یگان چیز گویی بی‌زبان میشوی. اکا بسیار مانند است. با کی مانند است؟ با عشق اولینم بسیار مانند است. کینای این دیسکی سر شیده که تقدیر مرا با آن دوره میبرد نمیک. تقدیر؟ کدام دوره؟ این چی کار است؟ صحیفه عشق آخر ندارد. نمیک کسی که با من خیانت میکند با او نشان میدم. در جایم ایستادن نمیتوانم. او دیوانه تیار است. تو کی هستی که با من کار پیشنهاد میکنی ها؟ این چی بی حرمتی است سیلین ها؟ زورا جان بگو چی گفت آخر؟ میدانی چی میگوید او؟ این از روی احترام و حرمتی داملازیا بوده است. این مگر ممکن است ها؟ عزیزم چرا عصبی میشوی؟ قبول نکردی که فراموش کن. من رود راحت باش. من به بیروگی و عصبی میشوم. بابایم زنگ میزند. آخر این چه خیل میشود؟ لبای بابا جان. زهرا حالا کارهای دارت را پرداخته؟ سیلین را هم گرفته؟ در حال به خانه می آید. به تو یک سورپریز دارم. بابا جان راستی شما مرا خواطر میکنید. سورپریز گفته نمیشود. آمدی خودت میبینی. میلش خیر بابا جان میایم. تمام بابا جان. میلش بای بای. چی شد؟ در خانه یک سورپریز داشته است. یا خدا چه خیلی سورپریز؟ نمیدونم. لیکن بابایم سورپریز که گوید انیق سورپریزی هست. میدونی آخرون سورپریز گفتنش رسمی مادرم رو آورده. ای خدا جان چی باشد؟ چه خیلی سورپریز باشد؟ روین میبینیم با چشمانمون که سورپریز چیست. در اصل شما یک کس شدن میتوانید. گپ زنید، شر ندارید. گپ نمیزنید؟ من میدونم چه خیلی شما را با گپ دارم. شما رو نابود میسازم. جواب دهید احمقا. جواب دهید. جواب دهید. جواب دهید. جواب دهید. جواب دهید.
او نه چی کار میکنی به خدای؟ بله بینتی دیوانم مونان شدم ها؟ نه حالم خوب نیست، هیچ خوب نیستم. این دیوانه سهر نامد. چرا خواطر شوم که از پیکار خودت شو؟ پسر از خفای کاری خودت شو. شیف ممکنه؟ باز آواز لوند رو شنیدم. نه حالم خوب نیست، حالم خوب نیست. ای خدا این درد از من دور نما. دیوانه تو در اینجا چی کار میکنی؟ چرا به آواز میداره چارچشمه؟ سردارم چی خیلی به آواز؟ من آوازو دا بودم کن. سردارم جین دارین خود به خود گپ میزنه؟ کی خود به خودش گپ میزند؟ سردارم شما ما رو خودتون نفهمید، لیکن پیشگاه دنبالو رفته خودتون رو دعا خونید. اگر با دوست کمو نظر افکنیم فکر شما حالا هم در باره زوغیسیا و کلتکیلس است. فکر میکنید که آنها یک آدم هستند، لیکن خواطر نشوید، من در این باره به شما کمک میکنم. اگر ما به نوشته های شما نظر کنیم از این بر میآید که سردار زوغیسیا و کلتکیلس جوره های جانی هستند. بله همین طور است. خلاص گپ این که اکای کلتکیلس زوغیسیا رو با آنجا برای حل کردن کارش فرستاد. چی یعنی تو همچون یک پلیس در رفت خانه شدی؟ با خدا آفرین. کلتکیلس این آدم را به اینجا چی خیل فرستاد هیچ نپرس. اما در اینجا سردارم در تگی دیگچه است. شوکت رو فراموش کردید سردارم؟ خوش چرا؟ چون که شوکت یگانه دوست جانی کلتکیلس است. میگوید که دوست آن باشد که گیرد دستی دوست نمیره. خودت میتونی سفسطه نگوی لوین. سردارم با فکر من زوغیسیا رو هم شوکت یافت. شوکت فکر نمیکنم. سردارم به خاطر اثبات کردن این کار از شما خواهش میکنم اجازه ده شوکت رو تعقیب کن. مایلش لوین تعقیب کن، اما احتیاط نما که خودت رو به او معلوم نکنی. گوش کن، حاله نمیداند که کلتکیلس رو جستجو دارم. اگر فهمد از من جدا میشه. خاطر نشه سردارم، در این باره سر میدیم و سیر نمیدیم. عزیزم تو خولی؟ البته عزیزم، خوش آمدی. خوش باشید. سازی لوین؟ خوبم یگه، شما خوب هستید؟ من یک بیرون برایم. شما در اینجا چی کاری که میکنید؟ توکل تو بر خدا. جونکم مرحمت شین. بخیر است عزیزم؟ بخرید کنی بر اومدی؟ نه با نزد دکتر باید رویم گفتم. عزیزم تو این وقت همه طبابت رو سنجیدیم، حامله دار نمیشه، بسیار غمگین میشه. این دیگر طبابت تماما اصول دیگر است. نپنم از اینترنت هم کفت و کپ کردم، بسیاری اویله ها توصیه میدهند. مایلش، لیکن با یک شرط به من وعده ده. اگر حامله دار نشوی غمگین نمیشه. مایلش عزیزم وعده میدهم، من تیارم. نباشد رفته. همسری عزیزم جونکم بیا رفته. زورا جون چقدر که به خونه نزدیک میشویم هیجانم زیاد میشود. قریب رسیدیم، کمی دیگر من صبر کن. عجب و سورپرایز چی باشد؟ به خدا من هم بسیار در هیجان هستم سلیم. خیر میبینی؟ میبینی؟ دگونا جون ما خوب که تو هستی در پهلوی. خوب است که تو هستی در پهلوی من. جونکم این چه خیل طبابت من هیچ نمیفهمم. آنالیز داده بر آمده. تمام آخر از روی تحلیل ها چه خیل طبابت کردنشون رو قرار میدهند. نتیجهش کی می بر آمده است؟ در دوام 2-3 روز می باید گفتند. مایلش میبینیم جونم. هیونال ما هم صاحب کودک میشویم. جانم مرا به خانه بابایا میبری؟ سمی اومده است، او را یک بینم. سمی؟ امان پسری که در توی ما مست شده با زهرا تکلیف خانداری کرده بود. بله چقدر ناجا بود. اوف
در حقیقت بسیار ناجا رفتار کردم. خوب در آن توی داماد من بوده. لیکن پسری خوب است، من او را نقص میبینم. او در وقت مکتبی هم با زهرا دل بسته بود. نخواد. لیکن با یکدیگر موافق بودند. حاله زهرا حالا با دیگر کس در فوتی است. ها البته که این خیلو کاش کمی بر وقتتر می اومد. گرچنده که دیر نمانده است حالا هم نکاح نکردند آنها. حاله چی آخر جانم؟ پسری میدونستگی و میشناختگی همون چی خوب میشد میگویم، فقط علاوه بر این هنگام شناسانیدن راحت میکردیم. آیا میدانی؟ حالا مانند طولین گپ میزنی. من مانند طولین گپ زدم. سرت کار نمیکند اونم. سرت کار نمیکند. اگر این کاری ما رو بیند خبر کشی میکند. انیق کار نمیکند. مادر چی کار میکنید؟ چرا این لباس رو برآورده؟ بگاه در وقت شام این رو میپوشیم. لباسی پوشیدن چه عیب دارد؟ یعنی این هم زیبا و از کجا دانم لباس نبود تازه، لیکن این رو بین یعنی بسیار خوب در چشم میتابد. مادر این لباس زیبا رو در خونه چی کار میکنم؟ با بیرون نمیبرایم کو؟ با آینه نظر کن. چی رو میبینی؟ خودم رو. لیکن من تو رو نمیبینم. تو این نیستی، یعنی نوری چشمانت گم شدند، رنگی رویت پریده است. راست میگویی؟ در حقیقت ملیس جان تو این نیستی. بسیار تغییر یافتی، خودت رو از دست دادی. یک کمک مکیاژ کن، خودت رو آرام و تارو دی. این لباس رو پوش، همه من داریم، خودمان تنها نیستی. راست میگویید؟ البته دخترم. خیر میلش نباشد. با این لباس لباس خونکی سرخ کنم یا اینکه گلابی؟ سرخ. جاذبه دار شم، زیباییت رو آشکار نمون. هیچ کس چشمش رو کنده نتواند، خصوصا سمی. اما سمی در مکتب با من اونقدر خوب نظر نمیکرد. زهرا رو ناز میدید. اون دوره گذشته رفت. یعنی زهرا علاقه فاتحه شده است. باز سمی در اون دوره کودک بود. حالا باشد آدمی برکمال، ذوق‌هایش هم تغییر یافتند. همین خیل؟ البته همین خیل. گوش کن، خودت رو خوب آراده میلش، لباست رو هم پوش، بعد میبینی سمی چشمانش رو از تو کنده نمیده. میلش زود. دختران زیبا خوش آمدید. سمی سلام، خوب هستی؟ جانم این چی سرپریزی زیبا. سلام اپای حاله. اپا جانم خوب هستی؟ در کجایی تو؟ این رو بین حتی زنگ نزده بر اومده است. این رو بینه بعد از سالهای طولانی اومده. سالها گذشته اما شما هیچ عوض نشدیده. حالا هم مانندی راهزن‌های بیرانکاری میکنید. چند کس رو بودید گپ زدید؟ ای سمی بسیار شوخ شده ای. مگر ما وقتی روزنی داریم؟ کمی سین سالمون رفت. نه امانیده، اگر کمی ساله که شما رفته باشد من روز به خونه پیرانسالها برم. تو هم بسیار خوب بینمایی، باز هم زیباتر شده ای. تشکر زیاد. زیباتر شده است تو؟ کمی بی‌وفا شده است. قریب چند سال می شود که زنگ نزده است. این رو بینا گویا که تو زنگ زده پرسیدی. خوبیا که یادت کردم. ایناش باز کیست؟ ما رو یک طرف گذارید. در اصل از تو چی خبره؟ فاتحه شده ای؟ زود خبر رو دادن گویا. این رو باید نمیگفتن مگر. چی خیل ایش کارش رو کرد؟ باورم نمی آید. من در حیرتم. تو و دامولای مسجد چشمونم باور نمی کند. این چی خیل خبره؟ نامش رو گیر و گوشش رو کش. بیا زیا جان با دوستم شناس کنم تو رو. سمی شفر شونده هم زیا.
ممنون. من هم زیا جان لبای جانم باز به نماز دیر نمانی بعدا آمده خوبتر با این کس شناس میشوی. بله ما بعدا بخورده شناس میشم. خداحافظ. تو بازدی جانم. زهرا لبای با این دختر نگر حالا هم خراب است. در روزی قوق سمی شوخی نکن. توبه لیکن در دهانی در استادیم بیایید در اومده یگان چیزی گرم خوریم و گرم شویم. شوخی ها رو بینیده هممون رو سرما میزنن. دامولا صحبت کنیم این چه خیر شد که شد. زورو جون او در مکتب بسیار هم زیبا بود. حالا باشد گویا تغییر یافته است. عوض شده است. خدا به خواستش نصیب کنه سرین جون. اون وقت تو با او بسیار مشغول بودی. بعضا یک جای هم میگشتی. سفستا نگوی سرین جون چی خیلی میگشتیم. تنها یک برگه قهوه نوشیدیم بود تمام اون وقت هم کده بودیم. بیا به خانه درویم. رفتیم. خدایا این دختر در حقیقت مرا دیوانه میکنه. تو فاتحه شده یا خیر مگر فاتحه شده دیگر مرد رو این خیلی آغوش میکند. ای خدایا آخر خیشش باشه. وقتی گپ زدن مرا شناس نکرد. خیش همه تقویش باشد میلش لیکن این خیل نیست آخر. چی شده؟ سرم ویران شد. در راه خود با خود گپ زده ایستادم. رفتیم. زود رفتن در کار که با نماز دیر میمونم. استپلر بینه یا قوازی کلان شکاف میکنه. ای طرف میزنه ای طرف میبره. خو طرفش ما دین خطای. لبند بسم الله الرحمن الرحیم. لبای سردار از تعقیبات کارهای شفقت اون چیز برام. سردارم خواطر نشوید. من از خفای آن کار هستم. خدا خواهد نصیب در روزهای نزدیک یگان معلومات پیدا میکنم. باید تستر کار کنیم لبند. باید تستر کار کنیم. سردارم خیلی چیکار کرده استین؟ با زاغ سیاه روبرو شدم اما او رو از دست دادم. سردارم چی گفتن تو رو میدونید؟ یعقوب بار شما زاغ سیاه گفته. خیر گفتم بچی. آخر شما فقط کلتکلس میگفتید. کلتکلس. یعقوب بار زاغ سیاه گفته. با فکرم شما هم فهمیدید که آنها آدمان گوناگونند ها؟ همه چیز شدنش ممکن. از کلتکلس همه چیز رو انتظار شدن ممکن. مردنش هم ممکن زنده بودنش هم. لیکن هم مرده و هم زنده بودن نمیتواند ها سردار؟ چه علاقه داره ده بچه؟ یعنی یک چیز در یک وقت دو چیزی گوناگون شده نمیتواند میگویم. یعنی اشین که یک اشیا کلتکلس است یا که ذوق سیاس میگویم. چه علاقه دارد؟ مگر هر دوش یک کس است. مرا دیوانه نکن. خیر سردارم من هم همین رو میگویم. چه علاقه دارد؟ من رفته از قفای کوری شوکت شوم شاید یگان چیز به دست میارم. مالش دقت کن ولی خودت رو معلوم نکن. خواطر نشوید سردارم. در روی برای شما لوینت است. یک پالیسی پروفسیونال. وقتی که من کار میکنم از دهن بعضی سردار آب میریزد. فخر کردن رو بین. سرت بانکیت من. ای بفهم بیاب حاضر چنان پریده میزنم که همه جا پر از تمن میشود. سردارم دویم گپی بلند پس بزنی. یک بار یگان گپی خوب بزنی که ما حواسمند شویم. این گپات از روی آدمگری نیست. زود از پس کارت چه زود. خیلی بیس میبینی. ای خدا کارمون به این دیوانه افتید. همش از پس تو از کلتکلس از پس تو. دومولو لبای سلام لطفاً مرا خطا نفهمید. من جوگی نیستم دومولو. استغفرالله اپاجون. لیکن کودکانم رو در خانه محکم کرده اومدم. در خانه هم یگان خوراک نمانده از دومولو. چاره ای ندارم. بسیار شرم میکنم از گفتن این اما التماس به من کمک رسانید. التماس. مایلش اپاجون شما کم انتظار شوید من میآیم. بله جماعت گرامی امروزتان خوب شدنش ممکن اما پگاه چی می شود نمیدونیم. برای همین دلمون رو کشود گرفته خصیصی نکرده کمک رسانیم. فراموش نکنید که گندم کاری گندم جو کاری جو می دروی. هجری از آن همه که اینکدار هم گیر. مایلش استو دومولو ما دی ندادم. بیا ما یک بار دادم گفته دویم بار نمیدی. آخر مجبوری نیست. دلت چقدره که خواهدم قدر برآورده ده. همین تر نرفت کن. دومولو مجبوری نیست میگویی بود. بله استاد کیسه اما که خلیل را هم کمم. نه لازم نیست هجری همینش کفایه است. بله جماعت من این کمک رو به صاحبش رسونم بعد آماده
نمازمون رو میگذاریم. خدا شما راضی باشد دامولای خیرخواه. رحمت که کاری خیر کرده. حلالش باد به خدا، حلالش باد. مرحمت ابا جون، این حال اینقدر. تشکری زیاد دامولا، خدا از شما راضی باشه. اگر دفعه دیگر باز بیاد با این حالتون یگون چاره میاندیش. مایلش دامولا، خدا از شما راضی باشد. از شما هم. آقای پلیس حالتون خوب است؟ شب بخیر. بخیر است. شما رو در اینجا زود میبینم. چی شد؟ با فکرم شما رو در این محله آقای پلیس و شسکوی موندن. چی ها؟ در اینجا من سوال میپرسم. من از سوال پرسیدن تو بسیار نفرت دارم. مرا ببخشید آقای پلیس، دیگر سوال نمیدیم. یک سوال مهم داشتم پرسم، گفتم که خیلی نمیپرسم. مایلش میرم. مادامی که سوالت مهم باشد خیلی شرم نداشته بپرس. با خدا ناحرمتی میشود. من با شما زید شدن نمیخواهم. بگذارم این سوال در دلم پوسیده رود. بسیار ناز نکن برادر، گپی زدی بپرس تا آخر گپ زن. یا توبه، چه خیلی من به گفته های شما زید میبرایم. شما یک کارگر کلان دولتی، نپرس گفتید نمیپرسم. التماس. گپ شما هم راست، لیکن برادر عزیز خیلی بپرس. آخی همون گپت بپرس گپ زنید. اگر دارم کشان نمیپرسم به خدا. ای بچه ما یگان عروس چینیتی زورا نکردم. آقای پلیس، کمی پیش کسی که از من سوال پرسد نفرت دارم گفتید کو؟ ای برادر میدونی که پیش گفتم که نفرت دارم. حاضر نفرت ندارم. سر ما بیرون نکن. بپرس شایره چی تو؟ دست حقزنی ملیسه رو بین. یک باری خیل میگه نمیپرسم. چی کار میکنی؟ اگر نپرسی حاضر در هر دست نقشی که میزنم میبرم در پدور زده دیدم که با آتلا زور بشه. سر بیرون نکی شوکت. مایلش آرام شو میپرسم. خرچ میخره؟ سیب جرغاب. به سوال دوم میگذاریم. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. چرا دروغ گفتید؟ جرغاب. این سوال پیشینه بود. دومش را جواب ده. ای برادر تیز گپ نزن استاد پرس. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. زاغی سیاهی کس باشد مگر؟ این چرا با خانه رفت؟ آها، در آخر اشاره یافتم. چوکر هستی؟ سردارم بینید زاغی سیاه رو دستگیر کردم. بینید با شما زاغی سیاه رو آوردم. سیب سیاه. یکم دلیل داری؟ دلیل داری؟ مگر به دلیل آدم رو دستگیر میکنن؟ تو چه خیلی پلیس هستی؟ سردارم سیاهی محله همیه با خدا دیگه سیاهتر شنه یافتم. دفشم بیعقلی. آقای پلیس، بطای دلتون درباره من چیزهای بد گذرانده استین. اگر دیوال نباشه من اون طرف هم میبینم. یکان سوال اینو درست دادم. اگر سردارم میبود عجبا این مسئله رو از کلام جد نظر میکرد. من برادر عین زمان کار کرده ایستادم. از همون سبب به سوال شما اهمیت نمیدهم. در کوچه نگر، رفته در خانه‌تون خواب. او لالا ماما میا، این در خانه بیا. خانه رو چیکار میکنی؟ همین خیلی اومدم. او لالا ماما میا، این چی گفتی سر؟ دیونه چی بچه؟ خدا بگیره چشمای چارکنجه بلاقته. خوراک های ما رو بسیار یاد کردی ها؟ در آنجا هم همین خیلی خوراک ها هست، اما مانند اینجا نه. حتی اینجا بوی پامیدور دیگر است. سمی از همه بسیارتر به فکر موشی پلاو رو یاد کردی ها؟ بله راست میگی، بسیار هم پزمان شدم. همین آدم نمیرسید. از آمدهش مرو نورون سخته است. پنیر. درباره پنیر در بین شما چی چیز هست که ما نمیدانیم؟ بله من هم نمیدونم. زورو فهمون. نفهمم. بیا در این باره گم نزنیم. البته که میفهمونم. ما در وقتی مکتب خونیم بعضا با پنیر خوریم میرفتیم. سمی اون وقت از پنیر نفرت داشت. ما با سیلین میخوردیم و سمی نگاه میکرد. این چی خوراک است که شما میخورید؟ بله با من مکتوب نیست، طاقت خوردن اون رو ندارم. حتی یگون کس در نزد من خورد با این هم طاقت ندارم. بیامون اینا من در روی برویت خورده ایستادم کو. تو در اصل تیز رو دوست می داشتی.
خورده نمیتوانستی ایرو قبول کن. خیر میلش ما باشیم با سلین شرط کردیم که کسی که به سمی پنیر خوراند خونه رو تازه نمی کند. شما بلوچه خیر کنی دوام ده؟ اینها کو از قفای من یک مو کوشش میکردن که پنیر خورانند. میدویدیم آخرت پنیر نمیخوردی که بعد به سر من یک فکری عالی جناب اومد. با فروشنده مکتبمون گپ زنون کردم که هر روز در داخل گامبرگر سمی یک پارچه پنیر میگذاشت. بعد چی شد؟ یک نونی کلان رو گرفته بعد فرو برده ایستاده بود که یک نظر کرد و مزه‌اش رو فهمیده. باز یک گازه دیگر گرفت و گفت که دخترها این مزه‌اش به پنیر مانند است. صبح سرخ شد و داد زد. آی دلم سوخت. دیلت نسوزد. خیر به همین خاطر شرط رو بریده وظیفه خونگی را سلین کرده. تو بلوچه یا باش. اینه همین خیل شده پجان. بس است. بعد تمام روز همون خل صبح سرخ گشت. ای مگر به همین بچه خیل کار کردن راست میاد؟ شیرینکی منو جانی موجودی. خانم ای باش تو خیر ای میدونید این آدم را یگان کار کردن لازم. زهرا تو با من نگفتی سمی اساسا با شما چی میشود؟ زهرا تو مگر سمی را با داماد شناس نکردی؟ البته شناس کردم بابا جان، اما زیو باید به مسجد میرفتن، از همین سبب وقت صحبت کردن نداشتن. من یک دوست بی‌نهایت عزیز با نام الفت شاه داشتم. خداوند رحمتش کند. آمین. آمین. الفت شاه بسیار بر وقت از دنیا گذشت. وقتی که سمی بسیار خرد بود او از این دنیا رحلت کرد. از همون دوست عزیزم سمی برای یک کودک ماندنش برای من یگانه تسلی شد. از اون روز این طرف در زیر دستی من است. اماکی اکرم مانند هر دفعه بسیار خاکسارانه رفتار کرد. بعد پدرم را از دست دادم، با من صاحبی کرد، به وای رسوند. خانم مرا حقش در بالایم بزرگ است. اگر امروز من در یگان جا باشم از خاطر اماکی اکرم است. حقت رو چی خیل می سپارم. یعنی یگان رشته خویشاوندی هم نداشت؟ تو به همون هم همه وقت در داخل عائله ما بودی. سلامت باشید. خیر اکنون با من اجازت جنابان. معلوم به کجا دوملو؟ با مسجد جناب، نماز است. خدا قبول گرداند. خوش آمده دوملو. سلامت باشید جناب. آمین. یک بار دیگر تشکر. من تو رو گسل کنم جناب؟ نه لطفا تو با مهمان یک جایه باش. مالش شب خوش. تا بازید. شب خوش عزیزم. شب خوش جانم. به من هم اجازت. وقتی داروخوری هم آمد باز کمی استراحت میکنم. براحت باشید. اشتهای تمام. شب بخیر پدر. شب خوش. در یک روز چند بار با مسجد می رود؟ 5 بار. هر روز؟ یک روز یک شنبه. هر روز. خیر چی؟ امشب با یگان جا تماشا رویم ما؟ فکری اولی جناب. از شهر کمی دور شدیم، بعضی جای ها رو فراموش کردیم و مانندی دوره های گذشته وقتی خوش میگذرونیم. حالا جوانت بر آمده استراحت کنید، تماشا کنید، مانندی ما در خانه میشینید. البته سمی جان، حالا تو جوانی، زن نداری، رفته استراحت کردن گیر. اگر مثل من زنگیری از استراحت میمونی. به جای های اولی جناب شده است. بعد از رفتن تو این شهر بسیار تغییر. اگر پگوشه به تماشا بریم چی می شود؟ تو مانده شدی، من هم کمی خواب دارم، بر وقت باید بیدار شوم. یعنی بازی رو ویرون میکنیم؟ ای سمی جان، شاید این کار به داملای زهرا پیسان ناید. تو هم التماس زهرا رو بفهم در این حالت. چرا پیسان ناید؟ این چه علاقه دارد ینگه؟ زیو به این خیل کارها دخالت نمی کند. زهرا جان، من خوبی تو رو فکر کرده این خیل میگویم. آدم در نتیجه دوملو است. یک نمیگوید، دو نمیگوید، در سیومش انگشترین رو برویت میپرتاید. اینقدر هم نه. نفهمیدم چرا انگشترین رو برویم پرتاید؟ چه علاقه دارد؟ مادر چرا این خیلی میگویی؟ دوملو زیو اینقدر انسانی دلسنگ نیست؟ یعنی اما تو هم از دوملو اجازت میگرفتی؟ یعنی با تو رو جنگ نکند که با این خیل جای ها رفتی؟ با خدا جنگ کردنش ممکن، یعنی در نتیجه این خیل کارها انقدر با او پیسه نیست. تا کجا خاموش میسته داخل. هر کس آخر تا جای صبر میکند، یعنی کاسه صبرش لبریز میشود. این زندگی شخصی من است. به هیچ کس علاقه ندارد ینگه جان. مایلش سمی جان، پس میرویم. من یک بار سلین رو هم دعوت میکنم. عالی جناب.
سلام آقای پلیس. از اکم یگم خبر آوردید؟ اکاتون درباره اکاتون متاسفانه یگان خبر به من نرسیده است. من در این جاها خونه کفته استودم. از شما یک پرسم گفتم. تمام، در خاطر میگیرم. یگم خبر اگر شد به من خبر رسانید. اینطور باشه یک لیموچه دم کنید، من اینجا میشینم. دلم زیخه، نمیدانم چی کار کنم. دلم زیخه. مایلشین رو میبینم. رحمت باز بیایید. استاد پیش از برآمدن یک سوال پرسم. هجری جان سراسیمم. استاد پاتینکای مرا دزدیدن. گوش کن هجری. چی؟ پاتینکات رو؟ استاد پاتینکا هم نیست. هجری نخود در خونه خدا پاتینکات رو دزدن. اما نمیدونم استاد. آغاز به این مدد کن یکم پاتینکایو باید گنجو باز خنک نخورد. هجری جان کمی دقت کردن در کار. عذر میپرسم استاد، مرا ببخشید. پاتینکات کجا شدن اکه هجری؟ نمیدونم، در همین جا مونده بودم. اون طرف رو بینیم. خدا از کسی که پاتینکاهای هجری رو دزدیده است راضی باشد. از یک سوال خلاص شده. استاد استاد انتظار شوید. سوال پرسیدنی بودم رفتید استاد. یا خدایا ای هجری مگر من میگریزم؟ پگاه میپرسی سوالات رو پایلوش میدوی. سوالات بسیار مهم است. استاد روزی گذشته گفتم که سوال نپرسم، به خدا تا سحر خوابم نبود، بسیار خواطر شدم. بپرسه استاد جلوی تقدیر، سوالی که از شما میپرسیدم به سرم اومد. پاتینکام رو دزدیدن. استاد کسی از مسجد پاتینکا دزدد دوزخی است؟ نه هجری تو عجایب انسانی. نویس اگر شرایط آن شخص وزنین باشد احتیاج داشته باشد یگان گناه نیست. اگر شرایطش خوب باشد این بسیار گناه وزنین است. او باید که در روی لای 1 ساعت راه گردد. در روی لای راه میگردد؟ تیز از اینجا رو خنکت میزند بیمار میشوی. من رفته یک بار دیگر کوبم پاتینکام رو استاد. خداوند این مشکل رو به سر هیچ کس نورد استاد. رو خدا راضی باشد استاد. سلامت باش. این پسر شوخی میکند یا گپی حق میزند؟ با خدا که نفهمیدم. بسیار غمگینم نمیک. میبرایم. کجا میرویم؟ الو سلی در کجای؟ چند ساعت شد که جستجو دارم؟ آی عذری زیاد میخواهم، تلفنم رو به آواز مونده بودم.
به گورخانه قنادی شما آمدم. دلم کمی شیرینی خواست. لیکن آفرین سلین، مگر از این قدر راه دور برای شیرینی به گرگاه رفتی؟ های چی کار کنم؟ در این محله شما شیرینی های بسیار با لذت میکنند. معقول شد؟ هر میل شکلا مرا گوش کن. ما با سمی و میلیس به مرکز دلخوشی رفته ایستادیم. بیا تو هم دلخوشی میکنی. مایلش عزیزم، همین شیرینی ها رو گرفته میآیم. دیستر بیا سلی جان، باز دیر نکنی. مایلش زهرا جان، شما را بید من لباسم را بس کرده میآیم. مایلش خیر. تا باز دید. خیر خیر. السلام خانم سلین، سیات هستید؟ خدایا چی خیلی تصادف. چی خانم سلین؟ یکان کاری بد است؟ تو کی از من دور میشوی؟ سلین جان، با این گپ لیمیتی عادی رو در نظر دارد یا لیمیتی پلیس رو؟ دمت رو گیر. نه، من یعنی شخصی هستم که هیچ وقت از پشت وظیفه هم کتگی نمی کنم. از همین سبب من پرسیدم. از من دور شو. نامیک، این همان دختر نیست؟ همان است. خانم سلینه، آیا خانه تا یمو که از خوزگاری آمد یا که خریدار کم است؟ دوستانه یک مصلحت. لوین جمعی سلین برابر لوباف. چی خیلی فهمیدی؟ گم شو از نزدم دیوانه. شب بخیر خانم. این چرچشم اگر ناراحتت کرده باشد گپ زن برداریمش. بچه چی خیلی گپ زنی های؟ بردار نکی که می بردار سگی نه می بردارم. فهمیدی برادر؟ فراموش نکی که رو پروی تو ملیته ایستاده که با نام لوینت. تو مرا تعظیم میکنی؟ ها؟ ای برادر، این یک چیز نروش میگوین. حاضر در دستات میزنم بر احوالت میبینم. اکا با کارمند ارگان شوخی نکن. با این آهنک چی خود نمایی داری؟ آقا درست میگوید او مرا ناراحت کرده ایستاده است. این آهن را به دستان خودت ببند و مرا از خودت نجات بده. این سرداری مافیا از تو دیده انسانی خوبتر با معرفت تر است. خانم، من سردار مافیا نیستم، صاحب کارم. لطفاً خطا نفهمید، خواهش میکنم. تو چرا گپ رو نمیفهمی ها؟ چرا از قفای من میدوی؟ من از رنگ روی تو بیزارم. بینمید میلش سلین، مادامه که این خیلی میخواه من دیگر از پشت شما نمیدوم. آتش هیچ قدر که در دلم سالهاست پرورش میکردم در یک لحظه پفش کردی. روی همه عاشقاسی ها این رودشال میقتی عاشقی. خانم سلین، دل مازی میکفه خدمت دارده میکشم. آسیاب بنابت های یکی ما در نابت میرسم. برای بابایم هم بسیار خوب شد آمدنی سمیه و بسیار خوشحال شد. ندانم. جانکم، لبای جونم، زهرا به تو در باره زوغ سیاه یکو چیز گفت؟ نه چرا؟ نه، هم تو خواطر شدم. عجب، ما هم با آنها به مرکز دلخوشی می رفتیم. خیلی خوب می شد. از روز اول سمی رو هم رنجاندیم. با همراهی تو کی به وقت خوشگذرانی رفتیم؟ عزیزم بسیار ماندم. یعنی خوبشون که در خانه ایستیم. خیر نباشد من با تو یگان خوراک تیار کنم، شاید گرسنه ماندی. نه، این شب من خوراک نپسم. تو راست میگویی؟ اوه، حالا بسیار چیز میشنوی خانم علی. در نبودن تو در آشخانه بسیار هم آشپزی ماهر شده. نه خود البته، مخصوصا در پختن تخم بریان. امشب در منوی ما تخم بریان.
خیر نباشد تیار کن و بخوریم. شوهر عزیزم. شام بخیر. خوش آمدی داماد. بیا. شام بخیر دومولوزیو. شام بخیر. من در اصل نزد زهره آمدم. دومولوزیو، سمی عروست رو برد. برد چی معنی دارد؟ این زن چی خیلی گپ میزند؟ بخشش خانم طولی نجب و آقای سمی دکتر رو کجا برد؟ پسرم بسایی رو گشت بر آمدن، هیچ کجا نرفتند. به فکرم به تو گفتن رو فراموش کردن. شاید اگر خواهی تو هم رو زهره بسیار خورسند می شود. خیر مایلش، من شما رو بسیار ناراحت نکنم. شبتون خوش. سپاکاینی ناچ. گود بای. شبی خوش. سلامت باشید. بای. همین ریشی من هیچ نبر آمد. زهره، تو دومولوزیو رو تلخ کف میکنی. کلا در اینجا پسری دانشگاه خواندگی مونده، مگر به تو نظر میکردن؟ هم پسری زیبا با حالت نگه. با من چی شده اجتاده است؟ حضر دلم میکفد. الو خانم زهره، شما در کجا میگردید؟ مایلش جونم. خیر دوملو، تا بازید. بای. دوملوزیو هم میآید. یک نمایش عالی جناب. رقص ما رو انتظار نگوی. زهره، لیکن من یک چیز رو نفهمیدم. چی بوده است؟ شما یعنی تو با دومولا چی شده است با ما؟ مگر بین شما یگان موافقت موجود است؟ گوش کن، خطا نفهم، تنها از خواطری هم پرسیدم. سمی جان، اگر به اطرافت با دقت نظر افکنی، در کائنات همه چیز برای پره کردن یکدیگر آفریده شده است. نفهمیدم. خیلی میفهمونم. به فکر من برای مناسبت مکمل طرفان نباید که به یکدیگر موافق باشند. چرا؟ چون که گوناگونی بایگری است. تنها با این راه یکدیگر رو پره میکنند. مانند یکدیگر این مثل آهن ابو است. این سخنها را این دومولو به تو نشان داده است؟ چه علاقه داره سمی؟ بیاید این گپا رو مانیم رو به درون داریم. مرحمت خانمان. اینجا با تو معقول شد؟ زیباز، اما چه نیتونه؟ وای من نکن سمی. وای من نمیکنم، لباس هایت بسیار زیبا، در بین همه دیگر خیلی تو. تشکری زیاد. با خدا راستش رو گویم، وقتی که تو رو دیدم بسیار در حیرت موندم. وقتی که من رفته بودم تو مایده بودی. آنقدر هم نیست سمی. ها همین خیلی. دخترها مانندی دوره های گذشته شدن کلی اینها رو یک طرف نگذاریم و دمو میدیم. دومولا هم آمد. اکنون همه پره شدیم. سیاه در اینجاییم. خوش آمدی. سلام علیکم. سلام بابایشون. خوش آمدی. خوش آمده. دخترها یکون کس دستشویی می رود؟ نه جونم. زورا بیا رقص میکنیم. خفه نشو سمی، بسیار مونده شدم. زورا روز خورسندی همون رو دریا داری؟ رقص کرده بودیم که تمامی مکتب حیران شده بود. فهمو تو امروز خواهش نداشته ای؟ الیس رقص میکنیم؟ البته. رفتیم. سلین رفتیم. تشکر زیاد خانم زهره. برای چی؟ یعنی برای مسئولیتتون رو دونسته با سمی رقص نکردنتون. خواهش میکنم. او بسیار شناسی کنتون است. نفهمیدم. این سمی احمق رو وای سمی رو میگویم شناسی کنتون است. بسیار دستی کنه‌مان است. سمی، میلیس و ما در یک مکتب میخوندیم. پدر سمی در شرکت بابای ادوکات بود.
بر وقت وفات کرد. بعد بابایم سمی را سرپرستی میکرد. او را به خارج فرستاد. چه تمام عائله رو دوست می‌دارد یعنی؟ نفهمیدم. میگویم که عائله‌تان نگاه بین کرده است، بسیار رفتار خوب است. این دفعه کارت مشکل است ای بچه. این سمی مانند چقدر افسوس نیست. این بین رقص کنی هایش رو بین. یه من بتون اگر ناراحت شده باشید میتوانیم رویم. خوبم. باوری دارید؟ باوری دارم خوبم. یعنی برای من هم دیگرگونی شد. من تو یکون خطای این سمی رو نیفتم اگر راحت میکنم. شب بخیر. شب بخیر. با فکرم تنهایی. بله. سیوال جون، یعنی میبینم که تنهایی با تو یردم دیم عزیزم. نه رحمت، لازم نیست. تو چرا اومدی؟ من خانه همی همسایه نسخری رفته بودم، دیدم که اینجا شما تنهایید. گفتم یک در آمده یردم تیم، یکون لالی نوشته باشه، یکون کاسه باشه یردم کنم. اگر گویی یردم میکنم، نگویی میبرم میرم. تشکر در کار نیست. سیوال، من آمدم دخترم. شما هم در همین جایید شفقت؟ سلام خانم، احوالتون خوب است؟ تشکر. خودت چخیلی؟ رحمت، نه خوبم نه بد. خوبی شما رو چخیل برگردونم نمیدونم. برای امروز کارتون از دست نمی خلاص کردنی سیوال. اپا من آدم اندک مندک نیستم. من برای همون نمی که شتکش کردم بهانه میجستم با پای خودش اومد. تشکر، اما برای من شده. حیاتت رو به خطر نگذار. من خودم رو محافظت میکنم. از اینجا رفت دیگر به اینجا نآی. فهمیدی؟ در اصل من هم خودم رفتنی بودم. با من اجازه. شبهای خوش. تشکر زیاد. تسس خبر گیر. انشاءالله شبهای خوش. به شما هم شبی خوش. سیوال، چرا با این قدر نحرمتون رفتار کردی؟ و تو چی کرد؟ با خدا امشب با فکر من خطر خواهش ندارم خانم. فکر نکنید با زور رقص نکردید، اقلا با من رقص کنید. ما اکنون رقصمون رو در تویمون میکنیم خانم ملیس. گپ های دومالو رو ببین. اوی زهرو، رنگی چشمم تماما ریخته است. کنی بینم؟ کمی ریخته است اما معلوم نیست. من این طبیع ساده نمیتوانم. رفتیم توزا کنم. چی؟ دستشویی میروید؟ بله عزیزم، من هم میروم. مایلر جانم روید. دوملو خوب که اومدید. میگویم که در سرمون دوملو بودنت خوب است. معلوم در اینجا شیطان ها بسیار. بله پیر شیطان توی. مگر من تو رو با زهر تنها میگذارم. سلامت باشد آقای سمی. شما هم اکنون اعضای این عائله حساب میشوید. یعنی اگر قبول کنید یکدیگرمون را آقا گفته خطاب نکنیم. اگر قبول کنید من شما را سمی گویم، شما مرا زیا گویید. یه شوخی؟ البته سمی. با انگشت زور و انگشترین انداختن اینقدر آسان است برای دومل و عموما. تو چه حیله‌ای داری اما میبینیم. ای بچه این حریف را بین. با خنده این دیگر یک بدهونش میزدم و دوملو نترسی، شربتی میوه است. پرگپ. به خدا پرگپ است. بسیار هم شبی زیبا بود. یاد کرده بودم. خوب کردی که اومدی سمی. بیاید اکنون به خانه داریم. سمی هم مانده شد خواب میکند. چه خوب کردن. این احمد در اینجا میماند یا مشکلی دیگر؟ جانم اگر خواهید تو هم خوب کن. در اصل از پشیمو بیخوابی کشیدی. سحر باید بر وقت بیدار شوی. این پشه در اینجا خواب کند مرا چه خیلی خواب میبرد.
زهرا کمی صحبت کنیم. البته. زیا جان، از شنا شدن با تو بسیار شادم. بسیار شب زیبا بوده. من هم. به هر دی شما شبی خوش. شبی خوش. بای بای. اینه بینه من اون دستت رو نه گرفته. دملو گوش میکنم. این چه خیلی ویدو همینم کار است. بای بای گفت. بای بای نگو. انسان کمی مرد میشه و داخل این چی رفتارد. هنگامی رفتن دست میبردارد. دملو اویسته میشنه و داخل. شنا و شنیدن گیرد بس بودگیز داخل. چقدرش رفت سمیهش اومد. ما اینجا کی هستیم؟ ما یکم بگونه ایم. دملو استغفرالله. دملو استغفرالله. ای برو نمیدونید مگر این خیلی ممکن؟ بله همین خیلی ممکن. استغفرالله دملو. حاضر از هوش میرم. از هوش روی رفتن گیر اگر من تو رو دارم. آمد از همین تو رو دارد. این چی گپ خدایش؟ گوش کن خانم زهرا 100 بار گپ زدیم. من یک داملا هستم. تو هم فاتح شده ای من هستی. ای این خیلی رفتار با تو نمیسته. اما داملا او دوستی نزدیک من است. من زد کسم دوستی نزدیکی تو رو. با کی میفهمونی اینها رو؟ نمیبینی او با تو چه نظر میکنه؟ مگر من نمیدونم. داملا مگر عیب نیست؟ عیب است. ما مگر همین خیلی گفتگو کرده بودیم. ما حسیات ما رو باید آمیخته نمیکردیم خوب. مناسبت نمیکردیم ها؟ یا اینکه شما با من رشک دارید؟ چی میگویی؟ چه خیلی رشک؟ من کجای تو رو رشک میکنم یا خدایا؟ ای دختر تو فاتحه شده ای من هستی. این خیلی هم باشد با یک جوان به شرم اجازه داده نمیتوانم که آماده دوست دختری من رو کند. اون سمی ابله رو یک جا میگذاریم. تو بر رفتار باید کمی دقت کن. این خیلی نمیشود. چه خیلی اون سمی به شرم با تو نظر کرد. با من معقول نشد. میفهمی؟ ای دختر من مقصد جوانان رو میفهمم میدانم. لطفاً با وای آدم دیگر گپ نمیزنی. مرا فهمیدی خانم زهرا؟ فهمیدم دملو. آفرین. دملو؟ لبای دملو من چی ها گفتن شما رو تخمین کرده نمیتوانم. اما سمی دوستی من است. دوستی اویله ما حساب می شود. یعنی تنها دوست میگوید؟ یعنی دوستمون دوستی پیشینم. دوستی اویلوی همین است. پس شما چی رفتار کردنتان رو میدانستگیستی؟ برای مرا فهمیدنتان تشکر زیاد. شبتان خوش. تو تنها در سرت خیال کرده پت کن. وقتی که با دختر روبرو شدن به دهانت آگل به عقل. تو حتی جای خوب هم نداری. کلتکل است. ای برادر در اصل این دختر با ذوق سیاه حیران است. نه این دختر با اون بفهم نظر نمی کند. گرچنده که ما چی دخترها دیدیم نظر کردیم. ای عصبی نشوی. ای ذوق سیاه در ای تو رسید. ذوق سیاه شما ذوق سیاه. خانم زهرا خواب نبوده؟ ناراحت نکردم انشالله؟ خواب نبرد مرا. بیدار بودم. اگر خواب هم میبرد در خواب هم میدیدم شما را. خواب در کار نیست. حقیقت در رو بروید. از هیجان چیزی گفتن نتوانست ایستادن. این خوب باشد یا حقیقت؟ خانم زهرا این را شما را کمی غمگین دیدم. یگان مشکلی دارید مگر؟ من فهمونده میتوانید؟ شما مرا پی بردید؟ مرا در کجا دیدید؟ نه در مرکزی دلخوشی دیدم. شما هم در اونجا بودید مگر شما رو من ندیدم؟ می بودید میدیدم. یا اینکه شما را دوست داشتهتان میرنجاند؟ نه نمیرنجاند. شوهر شونده مرا شما میشناسید؟ اگر این دامولای احمق رو گوید یعنی اگر یگان کاری خطا کرده ایستاده باشد مسئلهش رو بینم. نه لطفاً به او ضرر نرسانید. ذوق سیاه او بسیار آدم خوب است. با فکر ما را دوست ندارید؟ نفهمیدم. این هم سوال است مگر؟ یگان شخص با آدمی که دوستش نمیدارد آیله دار میشود؟ نه من او را دوست نمیدارم. این خیلی نیست. چی؟ نفهمیدم. پس چرا با او لدار میشوید خانم؟ چرا آن شخص رو با حسیات میارید؟ من هیچ کس رو به حسیات نمیارم. آخر او مرا دوست نمیدارد. او دامولای مسجد است و باید او با کسی ویلدار شود که در اطرافش است. چه؟ خودم را گم کردم. ای خودو بگیرم. خیلی مالش خانم من با این خیلی کارهای آمیخته سر و کار ندارم. مرا دیگر نمیبینی. اما من با شما یک چیز گویم.
دومولو رو دوست دارید، آدم خوب میتابد، شما نمیشوید. یک دقیقه ایستید، من همش رو به شما شرح میدیم. شبتون خوش. اوف، زاغ سیاه نروید، ایستید، نروید. ای با اینجا بیاید، رفتی رفت. تمام ترسیدن در کار نیست. زهرا با زاغ سیاه عاشق است، اما حالا باشه زهرا رو با واسطه زاغ سیاه و دامولو زیاه عاشق کردنم در کار. اما چه خیل چرا ترسم؟ آخر من زاغ سیاه هستم که با یکان راه حل میکنیم. در کار شود دیقاب را میکشم، کار حل میشود. چی کار کرده ایستادم دیوانوار؟ یه دو از اینجایی خود با خود گپ زدم. شپرکوی شبانه کنی فهمونید شبتون چه گذشت؟ بسیار خوشحالی کردیم، هرچند دامولوزی و کمی ناراحت شد. البته ناراحت میشد است. دامولوی مسجد در اون خیل جای ها چیکار میکند آخر؟ یعنی او هم مثل انسان های دیگر نفس دارد. نمیگذارد که در باره شوهر شونده اش گپ زنید. سمی این شهر رو با فکرم بسیار یاد کرده ای؟ بسیار، حتی این کوچه در خوبم در آمده بود. من از این خاطر با اینجا آمدن را قرار دادم. پسرم، زیبایی این کوچه هم نمانده است. در گذشته این کوچه بسیار زیبا بود. ملیس، با فکرم امروز اونقدر کاری مهمی نداشتی ها؟ اگر خواهی تو رو به سیر و گشت برد. ها، هیچ مشکلی نیست. هوا خوب است. تو چی میگویی؟ البته میشود. البته اگر ما کار نمیداشتیم با تو میرفتیم. زهرا، تو هم آمدن میخواهی؟ بابای ایشانش اجازت نمیده. چی شد جانم؟ شوخی دارم. نه، حتی در این خانه شوخی هم کرده نمیتوانیم. هیچ کس شوخی رو نمیبردارد. شوخی هم یک جای دارد. آخر شوخی چی است؟ تو بسیار خوب میدانی. یک شوخی رو تکرار کرده ایستاده ای، اکنون بس است. تو با پدرت یگان گپ زده نمیتوانی کن. تو مرا در مقابل پدرت محافظت نمیکنی کو؟ آفرین بشه. چی میگویی تو؟ پدرم راست میگوید. همین خیل فروخ؟ وا با فکرم زیا آمد. فریده؟ سلام. خوش اومدی. تو چی کار داری اینجا؟ خوش آمدی. خوش باشید. اشتهایتم، خفه نشوید، شما رو ناراحت کردم. این دختر کیست؟ فریده، دوستی مکتبی هم بابا جان. همین خیل. خوش آمدید دخترم. خوش باشید. نشیده خانم، بینید مهمان آمد، به او یگان چیز بیارید. در اصل وقتی زیاد ندارم، زود مسئله رو بیم خوب می شود. من اینجا برای زهرا آمدم. برای من؟ بله، من در تلویزیون کار میکنم و میخواستم درباره عشق غیر عادی یک برنامه کنم و تو به سرم آمدی. اگر قبول کنی. انتخاب خوب کرده ای، عاشقانی زمانه. بله، من هم از این خاطر به اینجا آمدم. ملیس نقل کرده بود. با فکرم تنها شما آمده در حالی که موضوع درباره عشق غیر عادی بود. من باید تا پگاه این وظیفه رو تمام کنم. لطفاً با شوهر شونده‌تان به من کمک کنید. التماس رد نکنید، برای من مهم است. دستور آقای بسیار هم درست آمدی دخترم. از این عشق بسیار هم غیر عادی و بزرگ است. زهرا دخترم، به مسجد روید، زیا را گرفته یک جایه شده کار دوستتان رو حل کنید. روید. شوکت، در کوچه ها نگرد، وضعیتمون اونقدر خوب نیست حالا. برادر، وقتی که تو این خیل میگویی یک باره غمگین شده با بیرون بر اومدن میخوام. در خونه دلم تنگ میشود. تو معرکه با معرکه بگرد و من در خونه بشینم. مایلشو برادر، آخر لیدین در این جاها گشته شده است. از یک طرف نمیک، گوش کنی، نمیک یکم خوبی میکند به تو. بگم که نمیکه بیا دنبالو مرا خدسی اول جا نکاح کن. کار را برآورده باشی که من 2 بار میزنم بعد میبینی حالت رو. با خدا دینه که همین سیوال گند و عصبو ما ویرون کرد. دیگه نمیفوره بینیمش. تو رفتن گیر من کرگام مرش. برای ما شیرینه هم بیزور. در کوچه ها بسیار نگرد و سلام. سلام علیکم.
دوملا؟ تشکر خانم. چیه دوملا؟ دوستتون شفقت شکایت کردنی نیست اما خانم سیوال چیزی باشد روشن نقل کنید. التماس با او فهمانید که نسبتی من با دقتون رفتار کند. چی شد؟ یگان کاری خطا کرد؟ نه یگان کاری خطا نکرده است اما من با شخصی به مانند او نه مانند شما با یک شخصی با ایمان اویله برپا کردن میخواهم. میدونید نمیک به دلم زد. با ایمان ها؟ البته خانم سیوال راست میگوید. من با شوکت گپ میزنم. با جای او از شما بخشش میپرسم. شما او را خطا فهمیدید. شاید دوملا یک دقیقه به شما یک چیز میارم. یا خدایا این دختر چی عجایب دختر. دوملا این برای شما. لطفاً کشایید. برای شما گفتم. برای تمامی خوبی‌هایی که برای من کردید. برای همه‌اش تشکری زیاد. خانم سیوال لازم نبود. هیچ گپ نه دوملا. زمستان هم آمد. هم گرم نگاه می‌دارد. سلامت باشید. تشکر زیاد. زهرا گردن بندی نم خریدی زیاد جان؟ نه وای خانم سیوال برای منتداری با من این را خریده است. بخیر باشد. رحمت. این کس فریده. سلام علیکم. او روزنامه‌نگار رادیو و تلویزیون است. برنامه دارد در رادیو با نام عشق حقیقی. عشق ما را میفهماند به همگان. چی میشود حالا نفهمیدم. یگان چیزی نفهمان است. یک چند سوال میپرسم شما جواب میدهید. تمام. عشق به زهرا داشتهتان را چخل میفهمانید؟ مانند شخصی که دیگر هیچ بر نمیگردد او را انتظاری. چی خیلی؟ یعنی فکر میکنید که یک جای نمیشوید؟ نه اما شخصی را که یک عمر منتظرش میشوی و او هرگز بر نمیگردد. این همه خیلی است. نمیدانم. با یک دوملا اویله دار میشوید. برای این طرز زندگی خودتان را ترک میکنید. اگر با طرز زندگی یک دیگرمون دخالت نکنیم هم یک دیگر را حرمت میکنیم. مثلا به رفتارهایم بسیار دقت دادن را آغاز کردم. از آن چیزهایی که بعضی ها پسند نیست پرهیز کردن را کوشش میکنم. زهرا جان خودت رو به دست گیر. ملش با یک کلمه عشقتان را بیان کنید. آرزو صبر صبر نه حرمت باشد. چه خیلی که میدونید محبت هم میشود. بار اول عاشق شدنتان را کی فهمیدید؟ خودم رو وقتی که تماما به خطر حس می‌کردم. کمی شرمیدید؟ بسیار حسیات عجیب. گویا حس میکنی که در دنیا یگان قوه به تو ضرر رساندن نمیتواند. یگان قوه. خودت رو تماما به خطر حس میکنی. اگر از روی طرز زندگیتون برای جدا شدن مجبور شوید، حیات خودتون رو ترک کردن، حیات او رو زنده میکنید. عشق این سوزنده است.
اگر به کسی عاشق شوی که او را نمیشناسی. سلام علیکم بابی راج خوبی؟ مرا گفتی نمیک؟ او ترا گفتم میگن که همه دملوزیاتون یا آدم فریبگاره راسته؟ تو چی ها میگویی؟ ادبی گپ نزایی راج این گپ همه نگفتم. تمام محله میگه که دملوزی های مرده که دیوسای. این گپ را از کجا میبروری؟ چه ها میگویی؟ من نگفتم. عروس شونده دملوز یا زورو از کو یک زاغ سیاه دیگر در محله پیدا شده کو. اکه خلیل تو میدونی زورو قطعی زاغ سیاه میگشته. رو سیاه نکنم گناه تهمت بسیار عظیم است. گناه دختر را بگردن نگیر. البته که حقیقت تلخ است میگویند. استادم باز نفهمد. من بفهمه و دملوگی را بس کنه. یا شرمندگی ایزو میکشم که در این محله بگردم. یا خدایا زهرا را برای دامولا من خواستگاری کردم. با یک دیگرشان چنان به محبت نگاه میکنند که این روش سیاه میکنه. این نمیکچه همیشه بدخویی میکند. استادم گناه ندارد. طبیعت این آدم همین خیلی است. یک حیات تهمت میکند دیگر کار ندارد. به هر دیتون تشکری زیاد میگویم. خواهش میکنم چیکار کردیم که نمیارزد. این به شما فایده میرسانده؟ بسیار حتی زیادتر. تشکری زیاد. زهرا جان ما هم باید خیزیم. به کارخانه دیر کردیم. مرش عزیزم. بله من هم به مسجد روم. بسیار هم یک روزی زیبا شد سمی. بله من هم بسیار خوشحالی کردم. این زهرا با اون شخص از کی باز یک جای است؟ دملو رو در نظر داری؟ آها. اونقدر دور نه همین نزدیکی ها. یعنی عشق ناگهانی ها؟ به خدا همین طور. برای زهرا خوب شد. در کارخانه بند شده موندگی بود. اکنون به حیاتش رنگ در اومد گفته خطا نمیکنیم. کدام کارخانه؟ زهرا کارخانه خودش رو دارد. ها درست. بله درست. چی میگویی اگر کارخانه رو زیارتی ناگهانه کنیم؟ میشود. چرا بیا میرویم. چی خیلی میرویم؟ از اون کجا میگردیم؟ مایلش شنیدم که زاغ سیاه با زهرا علاقه دارد. درست است؟ من به این باور نمیکنم گرچنده که مردم میگویند. این همه تهمت است که بر دامولا بستند. عیب است، گناه است. من شنیدم را گفتم. یا توبه. سلین دامولا زیو به سوالهای عاشقی بسیار زیبا جواب داد ها؟ او از تولدش این خیلی قابلیت داشته است. هیچ عیان نمی کند. با خدا آفرین. در حقیقت عالی جناب بود. من حتی اینقدرش رو انتظار نبودم. با تو یک چیز رو گویم. اگر او این طور نقش بازی نمی کرد من کایها خودم رو بای می دادم. ما آمدیم. خوش آمدیم. سلام چی خیر هسته؟ بین ما دستی خالی ناومدیم. خوش آمدید. تشکر. کارخانه اتون بسیار هم زیبا بوده است. معقول شد. رحمت جانم. معلوم بود که زهرا یک معمار بسیار عالی جناب میشود. رسم‌هایش عالی جناب بود. اوه شرمندم نکن. رنگ اینجا بسیار موافق آمده است. معقول شد به خدا. اگر یگون کس آمده اینجا را بیند خودش پیشنهاد همکاری میکند. بس کن تعریف رو. تشکر. زهرا اولین روزی با سیر و گشت رفتنمون رو در یاد داری؟ او لباسی ما رو تو انتخاب کرده بودی کو؟ تو کو در انتخاب رنگ همه وقت عالی جناب هستی زهرا جان. در یاد دارم. سلام زهرا جان. خوش آمدی زیو. این چه سورپریز زیبا. امروز به فکرم روزی سورپریز ها بوده است. وقت زیاد ندارم مونده نمیتوانم متاسفانه. خوش آمدی زیاد الله. خوش باشی سمی یوسف. اگر ناراحت نکنم یک چیز رو صحبت کرده میتوانم زهرا؟ البته با اجازت شما. زهرا را کمی از شما دور میکنم خفه نشوید. خانم زهرا شما گفتید که با سمی یگان علاقه ندارید. دامولا من برای شما دروغ گفته بازی کرده ایستادم اما شما با من باور نکرده ایستادید. دامولا این چه خیلی گپ. البته که باور دارم. این خیلی باشه چرا درباره سمی به من هیچ چیز نگفتید؟ چون که علاقه ندارم. چه خیلی نداره؟ اولین روز سیر و گشتمان میگوید. دامولا یک بار به قهوه خانه رفتیم. به قهوه نوشی یک بار
اول اخرش همین است. گوش کنید، این با من تعلق ندارد، این حیات شخصی شماست. اما چیزی که با من تعلق دارد این است که از این من خبر ندارم. دیگر باز کی میدوند این را؟ عجبا. نه فهمو، همه میدوند، یک من نمیدونم. خانم لطفاً گوش کنید، لطفاً از سمی دور شوید. بخشش شما از سیول کی دور میشوید؟ این حالا با موضوع ما چی دخل داره؟ دخل دارد که میگویم. چه علاقه داشته از گوید؟ من هم دونم. دوملو بیاید این رو به یک طرف بذاریم. خیر مالش، از اون زاویه سیاه هم دور شدنتون رو خواهش میکنم. با جای آنکه ذکر خدا رو کنم در مسجد هم از زاویه سیاه و زهرا میگویم. آدم و دیوانه شدن مگر این خیلی چیز درست است؟ با شخصی که من باری هم ندیدم چه خیلی بین ما علاقه می شود؟ سمی؟ اما روی سمی رو میبینید. باز به اول برگشتیم ها؟ گوش کنید زهرا، اگر شما با او نگاه نکنید و با شما این خیلی رفتار نمیکنه. گپای گفته اتان رو گوشویتان فهمیده ایستاده است. مرا تحقیر نکنید، فهمو؟ من شما را تحقیر نکردم. کرده ایستادید. چی خیلی گپ ها؟ ایچی معنی دارد؟ مگر این خیلی رفتار کردن رو من به سمیر اجازه میدهم؟ من نمیدونم. چی خیلی نمیدونید؟ با شما وضعیت رو فهمونده ایستادم. یک بار به قهوه خانه رفتیم، زمانی که کودک بودیم. گفتم این رو گفتم. دوملو گوش کنید، این بازی برای هر دوی ما بسیار مشکل است، میدونید. اما یک روز یگان کس از این بازی ما خبردار می شود و واقعه رو به همگان می من نمیخواهم. من این کار رو نمیخواهم. هیچی خیلی گپ نمیخواهم. چی خیلی اینقدر باور میکنید؟ ببخشید مایلش دوملو هستید، طرز زندگیتون دیگر است، میفهمم، اما در نتیجه شما هم انسان هستید. یک روز یگان زن به شما معقول میشود، اون زن سیوا شده میتواند دیگر زن شده میتواند. نمیشود، چون که صاحب یگانه قلب من تویی. لطفاً دوملو بس کنید، موضوع رو میپوشیم. من از شما یک خواهش دارم، اگر حتی چنین هم باشد لطفاً به وعده دادتان وفا کنید و مرا در نیمه راه نگذارید. نقطه. این آخران گفته ما با شما شود. خانم زهرا گوش کنید، من بارها گفتم که من شما را در نیمه راه نمیگذارم. تشکر زیاد. با اجازت شما. البته. علیکم سلام. من از امنیت کمیسر هستم. یک تحقیقات برده ایستادم. درباره یک طلبه کهنه شما یک چند سوال میپرسم. مرحمت. اما من نو تعیین شدم، با شما کمک کردن نمیتوانم. نباشد درباره کلتکیل است یگان معلومات نداره یا که درباره خواهر گم شده او؟ خدایم چرا اینقدر من بی‌طالعم؟ شوکت بوی انا باز کنو سر شد. شوکت یک دقیقه بس مردک. چی شد؟ باز چی شده؟ کمیسر رونال گفت که یک خبر تجلی را به شوکت برسون تا او با کلتکلس بگوید. برادر تو عقلت رو خوردی ها؟ اون مرد میمونه در قبر آرام خواب کنده؟ کودک بازی نکن شوکت، دروغ میگوی. هر دمان میدونیم که کلتکلس نموده. کجا برم؟ بگو کنه بگو. با او بگو که در حقیقت خواهرش را یافتیم. اگر کلتکلس فهمیدن خواهد که خواهرش کیست، مایده به شعبه پلیس رفته تسلیم شود، چون که حجت در دست سردار اونال است. در آنجا درباره خواهرش تمامی معلومات است. حجت در کشکشک سردار اونال است. در کدام کشک؟ در کشکشک طرفی راست. برین بگیرینش. حالا در سرم دو سوال دارم. یکمش به شما چرا باور کنم؟ دویمش وقتی تسلیم شدنم حجت های خواهرم را چه خیلی باور کنم که در آنجا هست؟
یعنی از زبان کلتکلس گپ زدم. تو خودت به عقل میفهمی. با او گوی که با ما باور کنند وگرنه دیگر یگان راه ندارد. فربشیده بچه؟ درباره خواهرش چی معلوماتی باشد در آن حجت هست. چهارچشمه همین خیل گفت. جای حجت را هم گفت؟ البته در ستولی شکفک اکه اونال در تگی مثلا میدونی شکف به تاجیکی چی میشه؟ برادر ایسو با کجا میروی؟ تسلیم نشوی بو ما در اینجا چی کار میکنیم به تو؟ چی خیل تسلیم ها؟ اونال خودش را با عقل فکر میکند اما با کالتکله شوخی کردنش را با اون نشان میدیم و خدا یک پیشوازگیری کلان هیچ در کار شوکت. نقشه عادتی کلاس همین است. باجت دیوانه میکنیم ها؟ میکنیم برادر. چه نقشه داری؟ شوکت یک بازیگری کسبی شاهمو در این گونه حالات چی کار میکند؟ چی کار میکند؟ در تلویزیون دیدم که شخمت بازی میکند. چی کار میکند برادر؟ پیش از حمله کردنش خوب فکر میکند. بله فکر میکنم. کمیسر رونالد در این حال باشد گروهش را جمع کرده با آنها صحبت داد. رفته تسلیم نشدن من رو میدانسته است. کالتکلسی که من میدانم آمده با پای خودش تسلیم نمیشود. اما خواه و ناخواه این حجت را گرفتن میخواهد. حالا باشد و فکر میکند که من رفته از شعبه پلیس حجت ها رو میدوزم. از همین سبب شوکت حجت ها رو در شعبه پلیس نه احتمال کلان در کشک خانهش پنهان کرده است. آدمان در حالی که تو رو در شعبه انتظارم تو به خانه در اومده حجت رو گرفته میآیند. بزرگان چی گفتن؟ شکارچی ده گپ نیست. وای کالتکلاس. همه رو تفتیش کردی؟ سردارم خاطر نشید. من و همه همین شیر بچه ها به خدمت تیاریم. بیا کالتکلاس بیا کنون. سردارم یکی کالتکلاس از نقشه پروفسیونل شما آگاه شده باشد. آخر شما او رو یک بار بعدم افتونده بودید تو. او آدم بیعقل نیست. کالتکلاس هم آدم اندک مندک نیسته که سردار. چی میگویی آدم احمق؟ او عقل دردمون نداره. اینطور نگوی سردارم. عقل شما رو برزگاه ندارد. من در خانه میروم. کالتکلاس در خانه بودن حجت رو تخمین کردنش ممکن. گوش کنید. بسیار هوشیار باشه. فهمو؟ خطا نکنه نمیبخشم. هوشیار باشه. روید از پس کارتون شوه. بریم بچو. سردارم آخران سوالم رو پرسم. پرس. اما وعده دیت که غضبناک نمیشه. اوف لبین نمیشه من پرس. سردارم به فکر من زاغسیا کالتکلاس نه شوکت است. شوکت؟ بله سردارم. پسرم چشم دارم شوکت آخر مرد قد پست است. لیکن سردارم نقاب میپوشد. با فکر من وقتی که نقاب میپوشد قد شوکت دراز میشود. لبین اوف پیش درو به خانه میره. در رو کشد. رفته. جواب ده حالش جواب ده.
عزیزم ها هله حاضر تمامی در تریزه ها را محکم کن. اون حال چه شده ایستاده است؟ مرا ترساندی. عزیزم یگان جای ترسش نیست. من کمی پس در خانه می شوم. تو حالا در کجایی؟ در راهم آمده ایستادم. آمدم بعد گم میزنم. گفتم را کن لطفاً. مایلش با دقت باش، دیر نهایی که در هراس افتیدم. خدایا یگان چیزی بد نشوده. اون حال جواب ده. لبای الو اون در خانه کسی هست؟ بسیار ترسیده ایستادم. در کریدور ولی آرام باش. مایلش از خانه زود برو. زود برو. من زود می آیم. مایلش چه شده ایستاده است؟ جانم در اینجا انتظار اون چه شده ایستاده است؟ من میترسم. بعد میفهمونم عزیزم. رفتیم لبید. خواهرم